ما پاسپورت داشتم، ویزا داشتم، پاسپورت ما را پاره کرد. چرا؟ این گوشی ما را میده کرد. ما انسان نیستیم، ما بشر. 4 روز ما را لطو کوب کرد. تذکره برقی ما را زیر تایر ماشین کرد. همه چیز ما را گرفت. ما گوشواره زن خدا فروختیم، پاسپورت خدا جور کردیم. پاسپورت ما ویزا داشت، اینجا بایومتریک چوام. اگر ویزای ما نبره ما را اینجا اعدام کنه. اگر دولتی باشه باید پرسان کنه. خیلی خوب. شما از کجا آمدین؟ از ایران آمدیم. از کدام قسمت ایران؟ از قم تهران آمدیم. قم تهران. آمدیم زمانی که ما را اونجا مامورا گرفت. اول تذکره برقی داشتیم، تذکره ما را گرفت، پول نقد ما را گرفت که ما در کلانتری برای شما میتیم. ما را از سر کار گرفت. به خدا پیسه ما را گرفت، تذکره برقی ما را گرفت، زیر تایر ماشین نشان کرد. افغان چه گناهی کرده؟ غیر از ایران در هر کشور ترقی داره، ارزش داره. چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم؟ آیا ما دولت هم وجود داریم؟ اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو باجگیری نمیکنه؟ هموطنان ما پاسپورت درست میکنه، میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره، پاره میکنه. اگه اینو پاره میکنه چرا سفارت چه بسته نمیکنه؟ چرا امارات اسلامی اینا رو باجگیری نمیکنه؟ تو چرا ویزا میتی چرا با ویزا ارزش قائل نیستی؟ ما آمدیم در اردوگاه کرج، نه آب نه نون هیچ جا چیزی هم نیست. 3 روز به اونجا بودیم. مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10000 تومان، به ما میگه 20000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی است، اینجا اردوگاه است؟ خب اردوگاه است، آمریکا که نیست. میگه ما برای شما خروج هم نمیدیم، بارم نمیزنیم. میگه برید مشهد. اگه ما مشهد بریم درو ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه، 10 روز 15 روز 20 روز زندانی میکنه، خیلی بد جوری میزنه. میگه تو افغان است. آیا ما از کدام طریقه بیایم؟ طریقه اردوگاه که نمیمونه. طریقه خود ما بیایم میگه تو غیر قانون هستی. از کرج تا اینجا 320 تومان است. از ما میگیره 3 میلیون 100 هزار تومان. یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره، 1 میلیون 700 هزار تومان گرفته. چرا دولت ما اینا رو باجگیری نمیکنه؟ چرا عایت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ افغان هستیم ما، انسان نیستیم. چرا حق ما پایمال میشه؟ افغان هستیم، کافر که نیستیم. خسته از زجری زمان به وطن به آشیان، به وطن به آشیان.